عزیز ادامه دارد برنامه ادانه شام روز از موج بلندپرواز رادیو امروز از رادیوی مردمی روی موج 107.4 FM ساعت 19:23 دقیقه و امروز 28 دکبر سال 2018 و تا آخر سال جاری بار دیگر یاد رسم میشویم که 3 روز دیگر باقی مانده است و کوشش میکنید که 3 روز را با فراغت با لحظه های خودتان پشت سر بکنید و اون نیز برای کمک هم باشد تامین نمودن فراغتی شما یک فضای ادانه رو تشکیل کردیم با اشتراک یک چند سرایندگان و حجم‌نگاران شناخته و صحبت داریم با نفران واقعا هم صاحب استعداد، نفرانی که واقعا هم در جامعه یک انمون چی میگم یک مقام خود رو کسب کردن. خب اکنون اشتراکچی دیگری برنامه ما که از مهمان‌های خیلی هم جوان برنامه ما که مراتبه اول است در رادیو امروز به حیث مهمان شرکت میکنن حجم‌نگار شناخته دوست مراد شریفов شما رو خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. دست اول من همه خودت سلام بگم نوروز جان. سلامت باشید. همین تلفن دا الو میگی من نوروز ای رادیو امروز من خیال میکنم که اگه مرد بوزبالای قدراج آواز دام خلقانسی خیلی ای پیش میبینم رنگی سیم فیسم تو سلامت باشی. سلامت باشی. سر بلند باشی سر بلند باشی. با گروه شکرخند میاد گفت سیاست که سر کردیم طرزم قریب نمیو. با همه بار میگه در تاکسی 33 اومده استفاده فایزگل یوسف پاور گوش کرده اومدم همه قریب پایین اومدن که بهادر غفوری رنگی روی کمر بای خونده استفاده باید روی کمر بچه میخوند سولفیده سورج مکلر باید خیلی میخوند یه سربلند باشه نه که تشکر زیاد که ما را به یاد آوردید و فریاد کردید میگه هر کی ما رو یاد کرد ما معقول داریم کم کم رو یاد میکنیم. تشکر رو یاد با آقا سربلند باشین. تشکر که ما رو فریاد کردید. سربلند باشن. سال نوی میلادی سال 2019 و کلی هموطنان مبارکباد میگم. دست اول سال خوب بگذار، سال پرفیض و پربرکت و پربار بیاید و همه وقت تاجیکستان به مثل بهاران سرسبز و گلریز و زیبا باشد. بله و طولی چند سال میشود که شما با حجم‌نگاری مشغول هستید؟ راستی گپ در یادم نیست از خردسالی همین قشنگ میدونم چوجای زرین خوشدلان اندلب همین خردسالی صنف 11 بود کردیم که کاغذ اومد که باید شما دانشگاه دولتی صنعت تاجیک فرهنگ و صنعت تاجیکستان بیاید. بعد همین تا اومدیم نه بسیار سوال میتن که شما خودتون کسب انتخاب کردین. من در یادم نیست همین میدونم چشمایی کردم که در دری صنعتم دیگه نمیدونم همین خردسالی کی اومدیم رفتیم نمیدونیم. بله و من میخواستم شما یک چیز رو با ما نقل میکردید. اگر در خاطرتون باشه در یکی از برنامه‌های کنسرتی من تاریخ سامانه اجتماعی یوتیوب دیده بودم شما در اونجا طرز صحبت کردید که با ذکرالله حکیمов تماس گرفتید و گفتید که شما مخلصش هستید. چرا شما در تاجیکستان برنامه کنسرتی نمیموند و او با شما چگونه پاسخ داد؟ بعد این تالارها مایده راستی گپ بگو موقعی مایده تالار اومده خیلی چی میشه خیلی ولی بازار رو همش میکنن که می سرودای ما میمونه برادری تاجیکستان مایده در نظرم نه تاجیکستان اكو مایده نیست تاجیکستان کلو نه همه تالاراش مایده گفتیم تالاراش سربلند باشه. نکو ذکرالله حکیمov برای من یک استاد یک هنرمندی به همتا است. من به سرودای و اگر طولی 3 ماه 4 ماه سرود نبرارم من راستیگه زیغ میشم که برای چی سرود نمیبرارم. من بسیار سرودای استادا گوش میکنم. همین زیرا 4 ماه میشود که سرود نبرورده. شما چی فکر دارید با این؟ اگه مجبورم که تماس بگیریم که استاد چی شید یگان سرودی نو هست گوش کنیم بود که البته تماس میگیریم با استاد. سلام باشه. خب اکنون در همین شب خیلی هم پرتازه در همین شب که واقعا هم یک فضای ادانه رو دارد. شما رادیو امروز رو چگونه دریافتید و ببینید این زمان یک مکان ادانه گشته است یا نه؟ البته این رادیو امروز باور کن من یک صحنه داشتم برای رادیو امروز تلفن میکنم که الو اینجا رادیو امروز است. من میگم من در رادیو پگاه در کورایکو همه رادیو امروز راستی که بسیار شنیدم که بود مونان دیدن امروز آمدم با چشم خود دیدم چی میگن یک تالاری پرشکو یک تالاری فضای ادانه دارد. باور کن راستی که خرسندم شدم سربلند باشم. و توجه که ما معلومات داریم شما در سیرک دولتی به حیث اگر خطا نکنم مسخره باز بله مسخره فعالیت میکنید. با جای کی شما در اونجا رفتید؟ ما راستی که با جای خودم اونجا استادا هستن جمال کمپانی کدام استاد رو
یک طرف کردن شما رو نه ولی یک طرف نکردم. استاد با همراه ما فقط مرا درس آموخته است. سیرک بازی، مسخره بازی آسان نیست راستی گپ. طول 3 سال میشد فقط وای مرا آموخته استاد است. همون رئیس همونم میگه که فقط باموز شاگردا رو باموز. اکمال عین حال ما در جستجو هستیم، در آموختن هستیم. از استاد میندور هستم، از جمال کمپانی میگفتن سال پیش جمال سیراج‌الدینوف. از استاد میندورم که ما را این کسب آموخته استاد است. اینا با یک ماه سیرک دولتی شده است. سیرک طول یک ماه رفتن میگیرن مرامت بیاین تماشا کنند و حلوان ببرن. از دیگر از سیرکای یگام دنیا ما کم نیستیم. برابر دیگر دولت ها ان شاء الله که سیرک خمون هم پیشرفته است. دانشجو مسکو رو بود کرده اومدن، دانشجو خیتای رو بود کرده اومدن. سیرک ما هم کم نیست. بله. و شما که حجم‌نگار هستید و بیشتر با حجم سر و کار دارید، با کدام هنرمندان بیشتر همکاری میکنید و اون گروه مخصوصی دارید که شما در اونجا مثلا نقش آفرینی کنید، رول بازید؟ من البته من با کل هنرمندان تاجیکستان همکاری کردم. این همکاری هم دارم، چه سراینده ها باشن چه حجم‌نگارا باشن، با همه یار و رفیق هستم، با همه دوست هستم. این حال با دو گروهی که خودمون بود، گروه حجم‌نگاران عربشو کمپانیا. راستی گفت وقتای دانشجویی بود همه یک جا بودیم. این حال هر کس با کار دولتی زن دارن، کودک دارن. همه از نمی صدی اسماعیلوف در فدراسیون فوتبال کار میکند. در دیگر دولت ها بسیار سفری خارجی دارد. سنت الله میرزایف بوجم میشود، در تلویزیون ورزش رژیسور هستند. من در سیرک دولتی هستم. هر کس از خفای کاری خود. بله، یعنی فرصت نمیشه که یک جا شوید و اون صحنه آماده بکنید؟ البته فرصت کم است. کوشش میکنیم که یک جا باشیم. فقط میتونیم که گفتی ورسو پرازنگ یا جایشم یگام ایده ایمونا میبینیم دیگه. راستی گپ جدایی من یک لطیفه بگید. لطیفه از یک کینو فیلم میگم. دخترک ترش بچه میگرده میگه که تو در زندگی چیکار میکنی که زندگی تا پیش میبری؟ میگم من راستی گپ بگم فقط همین چاه میکنم، آب میبرم. چاه چی میگن؟ کچالکا میگن چی میگن؟ کچالکا آب میبرم، زندگی من همین سو پیش میره. با میگه که کچالکا میکنید چند متر چخری میکنید آب میبرید؟ میگم 7 متر 8 متر چخری میکنی آب میبرید. هم خلق آب میتم، هم سبو میگیرم، هم پلم میگیرم. میگه 7 متر بینی هیات سوز در قشلاق ما میگه 40 متر کندن آب نبرم. میگه وا اگر قشلاقای ما 40 متر بکنی ارسیکولو میبره آب وسو میستا. و در طول همین فعالیت چند ساله که شما دارید خودتون نمیدونید چند سال است، من از کجا میدونم، لیکن اینجا من دیگه چیز رو با کدام دستاورد شما نویل گشتید؟ فکر میکنم که با یگام دستاورد نویل نگشتم. این حال فقط در کوشش هستم که کوشش میکنم که یگام دستاورد به دست بیارم. حداقل اون افتخارنامه دادن با شما؟ که افتخارنامه حساب ندارد. چی در خدمت باشد، خدمت مادر وطن، چی از وقتای دانشجویی. من فخر میکنم که از طلبشو شادروان طلبشو ستارов افتخارنامه دارم. این در خونم اویزان است. بسیار افتخارنامه دارم. افتخارنامه ها بسیار است. خیال میکنم که حالا هیچی کاری نکردم. بله. و در سال 2018 چگونه مشکلی ها بود که برای ایجادیات شما خلل رسوند؟ راستی گپ من این فکرها رو فکر هم نمی کنم. یگام مشکلی هم نمیگم. راستی گپ من این خیلی کارا رو هیچ هم نمی کنم. من فقط هم یک راه دارم، صنعت، چی ساحه کینو باشد، چی ساحه سیرک باشد، چی ساحه حجو کوتاه حجوی میکنیم و چی صنعتچه ها میوفریم پیشکش میکنیم. با ما یگام مشکلی نیست. البته رو فقط به صنعت. بله. راست است که شما اجاره می‌نشینید؟ راستی گپ عین حال نه. یک چند وقت میشیشتم راستی گپ صاحب خونم شدم. با میگم من از بیگانگان هرگز نلالم. با من هر چیکت خود آشنا کرد. رفیقایم یک خونه داشتم، خونم رو از دستم گرفتن. عین حال چقدر گرفتن خونه رو؟ چقدر؟ ما همین کم ترک کلمون کار نکرد. از سادگی ما استفاده بردن. زمین رو باید بکسا خریدیم. زمین رو پلی ما قطعی خونه ساختیم، پلی وای زمین خریدیم. زمین در نام وای، خونه در نام ما. اوستا روخ است صاحب زمین شده که خونه ما گفت خونه تا بکم بگی ببر. یا موندیم در میدون. انا راستی که باز عین حال از جای کارم خونه دادن. شکر خدا در خونه دولتی هستیم. فکر میکنم که خونه خودمونه. همین خیلی شخصی نیست، نباشه خونه خودم. شخصی نیست. تشکر زیاد.
و در مورد خوب چگونه تولید یافتن صحنه‌هایتان کمی حرف می‌زنید که مثلا شما برای همون نقش آفریدن یک صحنه چند روز تمرین میکنید اینکه شاید همین صحنه رو میگیرید و بیاید ثبت کنید گفتم خیلی میره راستی گپ بگم گپی خودت همی میبینیم صحنه رو بسیار از اینترنت ها بسیار از درون خلق و در بسیار جاها در توی معرکه ها ما رو میبینم که التماس اکن همین صحنه چه ما در همین قشلاق ما در همین دهه ما همین کار گذاشته است همین کار رو شما اجرا کنید گفته به ما بسیار میگویند بعد این بسیار از اینترنت ها میگیریم و همین راستی گپ دیگه جای مشکلیش نیست میگیریم میخونیم این خلق یکم جاش نافهمایی باشه الهام میکنیم و بله بله خب و امروز در آن همون دسته عرب شو با فکرم که برهم خورده است برهم نخورده است یک جایی مو فقط فعالیت نداریم فعالیت ندارید بله. از برهم بدتر رو بله بله خب و رهبر همون دسته کی بود در سعدی جان اسماعیلوف بله و سعدی جان که با فکرم که همه روزا در سفر ها است دیگر معاونش شما هستید بله بله یک معاون دیگه داشت راستی گپ بیاد در همینجا نگم که بگم یک معاون دیگه داشت نمیدونم با کدام خطاگه عین حال در محبس است فخرالدین بگایف چه به خواندن موندی نه من گریه موند فخرالدین کیست من نه فخرالدین بگایف توقی موند موگام بونه و دیگریش یک همراه همین سعدی جان اسماعیلوف جانشینی همین سعدی اسماعیلوف یعنی قایترما میگن واقعا هم در محبس است بله با کدام خطاگه من از شنیدی من نمیدونم کدام دیپلمی فرشیوی تیار کردم قلبکی بله در اونجا فعالیت میکرد البته دیگر روستیگا بگپ هم ندیدیم نفهمیدید که چند سال بودن همه قشر رو فهمیدیم که 8 سال گفتن باید محبس شود یک بار رفتیم خبر گرفتیم روستیگا روبرو ندیدیم خیلی رفتیم که ندیدیم شما ما نیز آرزو میکنیم که مسئولی از محبس برآیند و باز با شما همکاری بکنند و این باز یک معلومات دیگر ما فهمیدیم از زبان شما بهترین است. خب دوستان عزیز بیاید برای هم باز هم صحبت ما جالب‌تر شد میشنویم یک سرود و دوباره برمیگردیم به استودیو از ما شما دور نباشید برنامه ما با بهترین مردمان حجم‌نگاران و واقعا سرندگان ادامه دارد. یک سرود است ترده خسین با رفتیم Hey!